هرچه بیشتر تمرین کنی، شانس بیشتری پیدا میکنی. سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. امروز سه‌شنبه است، 29 مهر ماه 404 و 21 دسامبر 2025. امروز خبرهای خیلی زیادی براتون داریم با دومین قسمت MTN. البته اکثرش برمیگرده به اسمارت فون ها. بزن بریم. درسته که تازه آیفون های 17 وارد بازار شدن، ولی یه سری مشخصات لو رفته از آیفون های 18 پرو و پرو مکس که نشون میده احتمالاً variable aperture داشته باشن. در واقع دیافراگم متغیر داشته باشه دوربین هاشون. دیافراگم متغیر یک دیافراگم فیزیکیه که توی یه سری از گوشی ها دیدیم توی سالهای اخیر که به صورت مکانیکی این عمل انجام میشه و دیافراگم گوشی ها، دیافراگم در واقع دوربین گوشی، مثل دیافراگم دوربین های هوشمند جمع میشه، باز میشه و جذب نور رو میتونه کم و زیاد بکنه و روی کیفیت تصویر میتونه خیلی تاثیرات مثبتی بذاره. خبرها میگن که S26 اولترا قراره با چیپ اگزینوس 2600 عرضه جهانی بشه. سامسونگ گفته که این چیپ روی هوش مصنوعی تمرکز داره، دوباره همون داستان همیشگی، و اینکه مصرفش کمتره. البته که من بعید میدونم، چون معمولا هرچی اگزینوس که وارد کشور ما میشد داغ میکرد و مصرف باتریش خیلی زیاد بود و همه ازش شاکی بودن. البته اگزینوس 2600 چیپ خیلی قدرتمندیه و بعد ببینیم که به چه صورت پیش میره این موضوع و چقدر میتونه جوابگو باشه روی این گوشی. و آیا واقعا سامسونگ میتونه بالاخره کاربرا رو مجاب بکنه که یک تولید کننده چیپست خوبه؟ ویوو X300 و ویوو X300 پرو قرار دو تا گوشی باشن که به صورت رسمی وارد بازار اروپا میشن و احتمالاً قرار عرصه رو برای سامسونگ و اپل توی اروپا تنگ بکنن. گوشی‌های ویوو رو که میشناسین، همیشه تو دگزومارک اون بالا ماله ها هستن. کیفیت تصویر خیلی خوبی دارن، دوربیناشون فوق‌العاده است، سخت افزارهای خیلی خوبی دارن و حالا قراره وارد بازار اروپا بشن. ریلمی GT8 یه گوشی میان رده برای کاربران حرفه‌ای و گیمرها که در عین حال رنگ‌های متنوعی داره. ریلمی از یک گوشی میان رده رونمایی کرده با اسم GT8 و این گوشی قرار اسنپ دراگون 8 الیت نسل 2 رو روی خودش داشته باشه، در عین حال قیمتش رو پایین نگه داره و یک گوشی اقتصادی و میان رده باشه که میتونه برای گیمرها گزینه خیلی خوبی باشه و همینطور کاربران حرفه‌ای. و خبر خوب دیگه اینه که ریلمی به ایران وارد میشه و همینطور یه پیج رسمی هم تو اینستاگرام دارن که میتونید از اونجا محصولاتشون رو ببینید. یه نفر قراره برگرده به اصل خودش. وان پلاس 15 توی راهه و کمپانی وان پلاس بالاخره قراره برگرده به اون دورانی که باتری‌های قدرتمند و با دوامی روی گوشیاش میذاشت. وان پلاس 15 گوشیه که احتمالاً به زودی توسط این کمپانی معرفی میشه و باتری که روش قرار میگیره چیزی بین 7 تا 7300 میلی آمپر ساعت ظرفیت داره و از اون طرف یه شارژر 100 واتی یا بیشتر برای شارژ شدنش در نظر گرفته شده. این گوشی احتمالاً یه نمایشگر 6.7 اینچی 1.5K داره با 165 هرتز نرخ نوسازی. همینطور طبق شنیده ها یه مدلی داره که قرار 16 گیگابایت حافظه رم داشته باشه. و قسمت جذابش اینه که قرار 3 تا لنز 50 مگاپیکسلی اون پشت قرار بگیره. توی نسخه بتای جدیدی که برای iOS 26.1 اومده یه قابلیت اضافه شده که شما میتونید حالت شیشه‌ای منوهای آیفون رو بین لیکوید گلاس و تینتد قرار بدین. توی حالت تینتد یا همون حالتی که به فارسی چجوری میشه رنگ شده، شما دیگه اون حالت شیشه‌ای بودن رو ندارید که از توی یه سری بخش‌ها بتونید به سمت پشتیش رو ببینید و حالت تینتد اینجوریه که انگار توپر و رنگ شده است و یه مرز مشخص بین منوها و بک‌گراندشون وجود داره. چیپ‌های اسنپ دراگون قرار لینوکس اجرا کنن. احتمالاً در آینده نزدیک یه سری قابلیت‌ها به چیپ‌های اسنپ دراگون اضافه میشه که شما میتونید نرم افزارهای سیستم عامل لینوکس رو روش اجرا بکنید. البته این قابلیت در حال حاضر حتی توی مدل‌های پرچمدار هم در دسترس نیست و کوالکام گفته که ما تمام تمرکزمون روی موضوع نیست، ولی گفته که احتمالاً به زودی چنین چیزی اضافه میشه و گوشی‌های اندروید دوباره میشن گوشی‌های محبوب توسعه دهنده ها. هوش مصنوعی قراره از سکته قلبیتون جلوگیری بکنه. هوش مصنوعی با یه سری دیتاهایی که از قبل بهش میدیم و همینطور دیپ لرنینگی که خودش داره
و یه سری داده ها مثل نوار قلب و چیزهای این چنینی که میگیره باعث میشه که بتونه سکته قلبی و افرادی که در معرض سکته قلبی هستن رو شناسایی بکنه و یه جورایی زودتر بهشون این اخطار رو بده که اگه قراره چنین اتفاقی بیفته ازش جلوگیری بکنند و زودتر بتونن یه سری قرص یا دارو رو مصرف بکنن. فرض کن یه روزی داری قدم میزنی یا سر کار پشت میزت نشستی که یه دفعه ساعت هوشمندت آلارم میده میگه تو در معرض سکته قلبی هستی. این چیزی که ما از تکنولوژی میخوایم. یه خبر خیلی مهم، اپل اومده از Apple Vision Pro M5 Developer Strap رونمایی کرده. چی هست حالا این اسم یه خطی؟ یه بند جدید تولید کردن که دیولپرها میخوان از ویژن پرو استفاده بکنن راحت تر باشن. خیلی خبر مهمی بود. بریم بعدی. آیفون 17 یعنی آیفون های سری 17 هم ارزون ترینش و هم گرون ترینش پرفروش ترینه. طبق آمار رسمی که اپل منتشر کرده گفته که 17 نورمال و 17 پرو مکس جز پرفروشترین گوشی‌هاشون بوده تا به اینجا و جالب اینجاست که همه 0 و 100 انتخاب کردن، یا نورمال رو خریدن و یا رفتن به سمت 17 پرو مکس. 17 پرو و 17 ایر فروشش نسبت به این دوتا مدل کمتر بوده. 17 نورمال البته ارزش خرید داره چون پروموشن به صفحه نمایشش اضافه شده، 120 هرتزی شده و یه سری آپدیت هایی شده که به نظر ارزش خریدش رو بالا میبره. متا ای آی یه قابلیتی اضافه کرده به خودش به نام وایبز ای آی که میتونید باهاش ویدیو با هوش مصنوعی تولید بکنید، چیزی که این روزا همه دنبالشن و متا با این کار تونسته کاربرای زیادی رو دوباره به سمت خودش بکشونه و نشون داده که هنوزم بلده چجوری مردم رو جذب بکنه. خب اخبار مهم امروزم به پایان رسید و سعی کردیم اخبارهای مهمتر رو پوشش بدیم، خیلی این اپیزود طولانی نشه. یه سری خبر دیگه هم بود، مثلا یه خبرش این بود که گوگل اومده از یه سری سوپر فن و فنای درجه یک خودش دعوت کرده که گوشیاش رو قبل از اینکه ارائه بشن تست بکنن، بررسی بکنن و فیدبکاشون رو روی اون مدل ها اعمال بکنه. خبر دیگه ای که سریع بهش میپردازیم اینه که یه هات فیکس جدید برای ویندوز 11 اومده و قراره باگای امنیتیش برطرف بشه. البته من بعید میدونم ویندوز 11 هیچ موقع باگاش تموم بشه. و یه خبر دیگه هم داریم برای کسایی که گلکسی A73 استفاده میکنن. سامسونگ گفته که احتمالاً آخرین آپدیت بزرگش رو همین روزا میگیره و احتمالاً دیگه بعد از این آپدیت خیلی بزرگی واسش نیاد و یه جورای غیر مستقیم گفته که اگه A73 داریم باید به فکر عوض کردنش بمونید، البته اگر آپدیت شدن براتون مهمه. دمتون گرم اگه تا اینجا منو نگاه کردید. اخبار مهم امروز هم به پایان رسید. همه خبرهای 24 ساعت اخیر رو با هم دیگه بررسی کردیم و میتونید روزتون رو با آگاهی کامل شروع بکنید. توی پلتفرم‌های مختلف میتونید با سرچ کردن کیوان اچ&دی من رو پیدا بکنید. بهتون نمیگم لایک و سابسکرایب بکنید، ولی اگه این کارو بکنید به من دلگرمی داده میشه تا با انرژی بیشتری بتونم واسهتون محتوا تولید بکنم. روز خوبی داشته باشید.